يا رسول الله وقدوتنا. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: علامت شخص منافق 3 چیز است: چون سخن بزند دروغ میگوید و چون وعده بدهد وعده خلافی میکند و چون به او امانت داده شود خیانت میکند. برادران عزیزم، امروز این حدیث را ما باید نظری جدی بدهیم و امروز ما سخن دروغ میزنیم یا وعده خلافی میکنیم یا امانت را خیانت میکنیم. این سوالی است که هر کس باید به قلب خودش، به نفس خودش این سوال را بدهد. امروز مردم مسلمان به این صفتها نیاز دارند، یعنی صادق بودن و صالح بودن. اگر ما صادق و صالح و امین باشیم هیچ وقت از ما این صفتهای بد دیده نمی شود. روز آخرت را به یاد آوریم، چون در آخرت همه ای کارهای ما عیان می گردد. آنچه دزدیدیم و آنچه وعده خلافی کردیم و به کدام امانت خیانت کردیم همه‌اش روز قیامت آشکار می گردد. الحال فرصت داریم که خود را اصلاح بکنیم تا در قیامت شرمنده مشویم. خداوندا به سوی تو پناه میبریم از این عملهای زشت. وقلوب